شرکت برق توجیک اعلام کرد که زمستان امسال در تاجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرم‌دهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندارآمدند. در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندارآمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندارآید، نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. در این زمان از ساکنان تاجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق صرفه‌کار باشند. تقریباً 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و یا 6 ساعت برق می گرفتند.